وزیر کارهای داخلی تاجیکستان از نتیجه فعالیت کاریش در یک سال گذشته با خبرنگاران تاجیک صحبت کرد. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان ضمن برگزاری نشست مطبوعاتی گفت در یک سال گذشته در تاجیکستان سطح جنایتکاری بالا رفته است. از جمله در سالی که سپری شد بیش از 21000 جنایت‌های گوناگون ثبت شده است که در قیاس با سال گذشته بیش از 100 جنایت بیشتر بوده است. در نتیجه گذرانده چارابینی‌های اپراتیو جستجویی و عملیات‌های مخصوص 34 گروه جنایتکاری دارای خصوصیت متشکلانه با اعضایی 169 نفر معین و دستگیر شده است. همزمان 1367 جنایت دارای خصوصیت تروریستی و اکستریمیستی آشکار کرده شده. در نتیجه زیاده از 400 اعضای تشکیلاتی اکستریمیستی و تروریستی دستگیر گردیده و جوابگری جنایتی کشیده شده است. رمضان رحیمزاده اینچنین ذکر کرد که در سالی که گذشت گروه‌های تروریستی از جمله پیروان گروه ممنوع دولت اسلامی تلاش داشتند تا در تاجیکستان حمله‌های تروریستی انجام دهند، اما با گفته او با تلاش‌های کارمندان پلیس و دیگر نهادهای امنیتی این گروه‌ها خنثی شدند. اینچنین در نتیجه چاره‌جویی یکجای مقامات‌های قدرتی حفظی حقوق 36 حالت سوءقصد به عمل تروریستی و قصد کشتار شخصان علاهیده در شهر و ناحیه‌های جمهوری پیشگیری و وابسته به این عمل‌ها زیاده از 50 نفر اعضای گروه تروریستی و اکستریمیستی دستگیر شده است. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گفت تلاش‌هایشان جهت جلوگیری از پیوستن جوانان تاجیک به گروه‌های ممنوع مثل گروه ممنوع دولت اسلامی نتیجه داده است. او گفت در سال گذشته مقدار خیلی کمی جوانان تنها 40 نفر به گروه ممنوع دولت اسلامی پیوسته و 22 نفر از منطقه‌های تحت نظارت گروه دولت اسلامی به وطن برگشتند. اساساً کی می‌رود؟ شخصی که یگم معلومات ندارد، بی‌سواد است، جای کار نمی‌دارد، موقع خود را در جامعه که معین نکرده است، بعد می‌افتند. همینوان. و بعضا مردم کار کردیم من کارهای پروفیلاکتیکی مردمی که برگشت اومد اینا را ما فهمیدیم با مردم همکاری کردن. اینو فهمیدن با مردم که این دولت اسلامی دولت جنایتی است، دولت جنایتکار است. فهمیدن مردم بسیار فهمیدن. در مورد پناهنده شدن قسمی از شهروندان تاجیکستان در کشورهای غربی هم در این نشست ذکر شد، اما رمضان رحیمزاده گفت اکثر آنهایی که به کشورهای غربی و آمریکا پناهنده شدند در تاجیکستان تحت پایگرد قرار ندارند و نسبت به آنها هیچ فشاری وجود ندارد و آنها میتوانند دوباره به وطن خود برگردند. بسیاری اونایی که عرض کردن و خواهش کردن درخواست کردن برای پناهجوینده در گفتگو قرار ندارند و از پیش خود رفتند. هست ولایتی که همین رفته از پیش خود بیو که در تاجیکستان در گفتگو نیست. بسیاری یادآور می‌شویم که شب 3 ینور در محله 104 شهر دوشنبه میان دو گروه جوانان زنازنی رخ داده بود که در پی آن 2 نفر هلاک شد. وزیر کارهای داخلی با توضیح و سبب رخ دادن این حادثه گفت در اکثر موارد والدین مکتب گناهکار بوده، اینچنین برای جلوگیری نکردن از این حادثه‌ها در 55% کارمندان میلیسا نیز گناهکارند. 13 نفر دستگیر شده است، جدا از 500 نفر برای کارهای پروفیلاکتیکی با شعبه ساختارهای کارهای داخلی دستگیر شدند. در قید گذاشتیم همه شخصان گناهکار دستگیر شده، 2 نفر دیگر در گفتگو است. معمولا در تاجیکستان در یک سال با اشتراک خبرنگاران 2 مرتبه نشست‌های مطبوعاتی برگزار می شود و وزیران و رئیسان شهر و نواحی در این نشست‌های مطبوعاتی به سوال خبرنگاران پاسخ می‌گویند.